این روباهای صحرایی در طول روز پنهان می شوند و منتظر تاریکی می مانند. فقط یک نگاه اجمالی از آنها به ندرت اتفاق می افتد. اجازه بدهید تنهایی به این دوتا چوچه نگاه کنیم. آنها پا به دنیایی گذاشتند که پر از موجودات پر جنبش است که با زندگی در بزرگترین بیابان سیاره ما سازگار شدند. انبوه از خز بدن روباهای صحرا را در برابر سرما عایق کرده است. یک شبکه انعکاسی باعث بهبود دید شبانه می شود و گوشهای بزرگ باعث شنیده شدن کمترین صدا می شود. در واقع پیشرفت همچین تنوع حیوانی می تواند در محیطی که در نگاه اول غیر قابل سکونت به نظر برسد قابل توجه باشد. با این حال حیوانات شبگرد بیابان زندگی مسابقه‌ای بر علیه زمان را به پیش می‌گیرند. به زودی خورشید طلوع خواهد کرد. در هر روز جدید زندگی در اینجا چالش برانگیزتر میشه. با افزایش دمای جهانی بیابانهای ما تقریباً هر سال 50,000 مایل مربع افزایش پیدا میکنن. بنابراین شاید موجودات انعطاف پذیر و بی‌نظیر بیابان ممکن است زمین به ارث ببرند. در استرالیا زندگی بیابانی توانایی شگفت انگیز خودش را در مورد بازسازی نشان می‌دهد. موجودات مثل کانگوروی سرخ طی نسل‌های متوالی توانایی مبارزه با قدرت خورشید را به دست آوردند. آنها در محیط با کمترین آب و غذا پیشرفت کردند و توانستند در شرایطی که ما را نابود می‌کند یک نسل جدید را پرورش بدهند. ما دقیقاً نمی‌دانیم که دنیای در حال گرم شدن قرار است برایمان چه چیزی را به ارمغان بیاورد. اما هر اتفاق بیفتد می توانید شرط ببندید که حیوانات بیابان هیچ وقت بدون جنگیدن تسلیم نمی‌شوند. این روباهای صحرایی در طول روز پنهان می شوند و منتظر تاریکی می مانند. فقط یک نگاه اجمالی از آنها به ندرت اتفاق می افتد. اجازه بدهید تنهایی به این دوتا چوچه نگاه کنیم. آنها پا به دنیایی گذاشتند که پر از موجودات پر جنبش است که با زندگی در بزرگترین بیابان سیاره ما سازگار شدند. انبوه از خز بدن روباهای صحرا را در برابر سرما عایق کرده است. یک شبکه انعکاسی باعث بهبود دید شبانه می شود و گوشهای بزرگ باعث شنیده شدن کمترین صدا می شود.
در واقع پیشرفت همچین تنوع حیوانی میتواند در محیطی که در نگاه اول غیر قابل سکونت به نظر برسد قابل توجه باشد. با این حال حیوانات شبگرد بیابان زندگی مسابقه‌ای بر علیه زمان را به پیش می‌گیرند. به زودی خورشید طلوع خواهد کرد. در هر روز جدید زندگی در اینجا چالش برانگیزتر میشه. با افزایش دمای جهانی بیابانهای ما تقریباً هر سال 50,000 مایل مربع افزایش پیدا میکنن. بنابراین شاید موجودات انعطاف پذیر و بی‌نظیر بیابان ممکن است زمین به ارث ببرند. در استرالیا زندگی بیابانی توانایی شگفت انگیز خودش را در مورد بازسازی نشان می‌دهد. موجودات مثل کانگوروی سرخ طی نسل‌های متوالی توانایی مبارزه با قدرت خورشید را به دست آوردند. آنها در محیط با کمترین آب و غذا پیشرفت کردند و توانستند در شرایطی که ما را نابود می‌کند یک نسل جدید را پرورش بدهند. ما دقیقاً نمی‌دانیم که دنیای در حال گرم شدن قرار است برایمان چه چیزی را به ارمغان بیاورد. اما هر اتفاق بیفتد می توانید شرط ببندید که حیوانات بیابان هیچ وقت بدون جنگیدن تسلیم نمی‌شوند.